که آمدیم در اینجا حقوق ملیت ها را مطرح کردیم به عنوان برادران هم، به عنوان این که ملیت های افغانستان برادرند، نه به عنوان دشمنی ملیت ها. جنایتی یک تعداد از جنایتکاران بین المللی خاص را به نام یک ملیت جلوه بدن، این خطرناکه. با هوشیاریتان، با درایتتان این مسئله را باید منصاف کنید. این به این معنا نیست که امروز ازبک و پشتون و هزاره علیه تاجیک موضع بگیرن. تاجیک برادر ماست، از ملت ماست و یک کتله بزرگی از این سرزمین است که به معنای دشمنی نیست. ما در این راستا تلاش میکنیم که یک روز این دشمنی را با تفاهم بین این چهار تا ملیت حل. هر کسی بیاید به منطقی برخورد بکنه، هر کسی بیاید وحدت ملی را به هم بزنه، هر کس بیاید تضاد ملی برخورد به وجود بیاره، ما این را خائن ملی میدانیم و علیش هستیم. این موضع مردم ماست. که دانشگاه که مسئله حیاتی یک جامعه را چی از نگاه سیاسی، چی از نگاه فرهنگی و عمران، همه چیز یک جامعه بستگی داره حیاتش به فرهنگ و دانشگاه و کهن‌دونش. اگر فرهنگ و دانشگاه در بین یک مردم در حال سقوط و مواجه شود، حیاتی اون مردم به خطر است و نابودی است. رو منافع ملی و اسلامی همه ایجاب میکنه که دانشگاه باید به پای استان شود و محصلین بیایدن اینجا. من معتقدم که از دانشگاه کسی میترسد که او در این مملکت خیانت کرده یا خیانت میکنه. ما تنها جریان سیاسی هستیم که در ظرف 20 ماه گفتیم جنبش قابل حذف نیست، باید بپذیریم و یک واقعیت است. هر کس رو تمامیت ارضی افغانستان، وحدت ملی افغانستان فکر میکنه کسی را حذف نکنه. ما تنها جریانی هستیم که در شورای قیادی از حقوق جنبش دفاع کردیم، در شورای جهادی دفاع کردیم و گفتیم تا لرم تو این موضوع هستیم. اقوام مختلف در کشورهای مختلف هست، مذاهب مختلف هست، احزاب مختلف هم هست، ولی وقتی که تحمل داره یک دیگر خود را، حقوقش را محفوظ میشماره، هیچ کدامی از اینا باعث اختلاف نیست. نه مذاهب مختلف باعث اختلاف است، نه اقوام مختلف باعث اختلاف است، نه احزاب مختلف باعث اختلاف. ولی اونی که باعث اختلاف در افغانستان شده این حصار طلبی و عدم پذیرش یکدیگر است. ما گفتیم در اینجا انتخابات باید انتخابات احزاب و آزاد باشه و یک حوزه مرکزی. افراد مستقل هم که کاندید کردن میتونه این هم با احزاب ائتلاف بکنه، هم میتونه با افراد دیگه مستقل ائتلاف بکنه. رئیس کم بوده با بوده، رئیس اضافه بوده از یک کسی دیگه کم بوده. که در اینجا با توافق همه که هیچ قومی
در اینجا احساس نکنه برای یک سری مظلوم شد. هیچ حزبی احساس نکنه که اینجا سریعت ظلم شده، حق امضای شد. در این طرح گفتیم هر کس رأی اول آورد رئیس جمهور است، رأی دوم آورد صدر اعظم است، رأی سوم آورد رئیس مجلس است. این در یک مقطع زمانی 2 سال میتونه حکومت قانونی به وجود بیاد. در این 2 سال قانون اساسی تدوین شد، شکل آینده سیاسی افغانستان بررسی شد، بعد این در رفراندوم گذاشته شد و یه از انصاف دور است که ما بیاییم قشر عظیم زحمتکش این جامعه را بگیم شما حق ندارین به سرنوشتتان برای آینده تان فکر بکنین و تصمیم بگیرین. این در اسلام نیست. هر کسی که این مسئله را میگه که زن حق نداره در جامعه دخالت بکنه برای آینده جامعه حق تصمیم گیری نداره، این خلاف اسلام. اگر ما پیروی این پیامبر هستیم نباید در این قرنی که این همه مردم از حیوانات میآیند دفاع میکنن ما در جامعه یک قشر عظیم و زحمتکش و مؤثر جامعه را محروم بسازیم. داریم اسلام را دفع